وزارت کارهای داخلی جمهوری جدایی طلب ابخازستان یا ابخازیا، یک منطقه واقع در شمال و غربی قفقاز، در روزهای آخر از بازداشت دست کم 4 زاده تاجیکستان و یک جوانزن روس در شهرهای سخومی و پیتسوندا با جرم قاچاق فروش مواد مخدر خبر داد. همه آنها برای یک نرکبران نیز تاجیکستانی با لقب روم عباس کار میکردند. روز 21 نوامبر سال 2023 کارمندان ریاست ضد مواد مخدر وزارت کارهای داخلی ابخازستان در شهر سخومی ساکن تاجیکستان با بونظرف شورت کامیلوویچ سال تولدش 2000 را دستگیر و از وی 17 بسته مواد مخدر نو متادون را پیدا کردند. بونظرف بیان داد که برای نرکبران با لقب روم عباس کار میکرد و مواد مخدر را از شهر کراسنودار روسیه گرفته به سخومی می آورد و در سراغه هایی که نشان داده بودند پنهان میکرد. شورت بونظرف بابز گرفته شده نسبتش بر اساس قسم 3 ماده 244 کودکس جنایتی ابخازستان پرونده جنایتی گشودند. به او بر اساس این بند قانون از 12 تا 15 سال زندان تهدید میکند. روز 24 نوامبر سال 2023 باز هم در شهر سخومی نومانوف رسول عبداللهویچ سال تولدش 1990 که شهروندی روسیه را داشته است به دست افتاد. هنگام گفتگو از وی 90 بسته متادون را پیدا و مصادره کردند. نومانوف در بیاناتش اعتراف کرد که در سایر بحر سیاه در نزدیکی مجسمه سرباز نامعلوم مواد مخدر را پنهان کرده است. از آنجا 2 بسته متادون و از حجره نومانوف در مهمانخانه اولیمپ از کیسه راست کورکش 2 خلطه با 265 بسته متادون را پیدا کردند. جمعاً از رسول نومانوف 209 گرم متادون گرفتند. به او هم بر اساس قسم 3 ماده 244 کودکس جنایتی ابخازستان از 12 تا 15 سال زندان تهدید میکند. روز 25 نوامبر شبکه رسمی تلویزیون ابخازستان از بازداشت 2 شهروند تاجیکستان و 1 زن شهروند روسیه خبر داد. بر اساس مواد پرونده اسایف خسرو عمر علیویچ سال تولدش 1998 طبق مصلحت پیشکی با سفاروف نوروزجان سفاروویچ سال تولدش 1994 و شهروند روسیه مفسومووا انگلینا ولادیمیروونا سال تولدش 2000 که موقتا در شهر پیتسوندا زندگی میکرد با سفارش امان نرکبران با لقب روم عباس مواد مخدر آورده در پناهگاه ها در شهر پیتسوندا پنهان میکردند. نوروزجان سفاروف و انگلینا مفسومووا در بیاناتش گفتند که رهبر گروه آنها خسرو اسایف بود. این آدم در تلفن‌های ما با نام روم عباس ثبت شده است و رقم‌های تلفنش از تاجیکستان است. در همین حال تلگرام کانال وزارت کارهای داخلی جمهوری داغستان روسیه روز 25 نوامبر خبر داد که روز 20 نوامبر سال 2023 کارمندان پلیس نویه سویت شهر مخچکالا پشتخت این جمهوری یک شهروند 25 ساله تاجیکستان را با 155 گرم مواد مخدر نو مفدرون دستگیر کردند. به حساب پلیس داغستان این مقدار مفدرون برای 176 دوزه میونه کفایت میکرد. دستگیر شده در بیاناتش گفته است که در ساختمان کار میکرد و با پول معاشش مواد مخدر خریده است تا که آن را فروخته درآمد بیشتر به دست بیارد. به ضد این شهروند تاجیکستان با اتهام قصد فروش مواد مخدر پرونده جنایتی گشودند. به او بر اساس قسم 4 ماده 228 از 10 تا 20 سال زندان تهدید میکند. در محبس‌های روسیه بیش از 7000 زاده تاجیکستان ادای حکم میکنند. بنا به حساب‌های غیر رسمی تقریباً چهارک آنها با جرم قاچاق مواد مخدر محکوم شدند.